سلام بچه‌ها، من شیرین قصه‌گوام. این دفعه اومدم تا در مورد یک کتاب دیگه با شما صحبت بکنم. کتاب ذهن آرام. این کتاب خیلی کتاب جالبیه، بهمون یاد میده که نشخوارهای فکریمون رو بشناسیم، کنترلشون بکنیم و نذاریم که زیاد زندگی ما رو تحت فشار خودشون قرار بدن. ببین مثال جالبی میزنه، میگه که ذهن ما مثل یه آسمون پاک و سفید میمونه و ما وقتی که به اون نشخوارهای فکریمون داور میزنیم، هرچی اونا رو بیشتر بهشون بها میدیم، آسمون ذهن خودمون رو پر از گرد و غبار میکنه. در ضمن ما آموزش میده که این ذهن آشفتگی ما و این نشخوارهای فکری که ما داریم باعث میشه که تمام انرژی ما گرفته بشه و ما نمیتونیم کارمون رو خوبی انجام بدیم. به درد خود من این کتاب خیلی میخورد، خیلی بهم چیزای مفیدی یاد داد و من خیلی درس‌ها ازش گرفتم. بهتون توصیه میکنم شما هم این کتاب رو حتما بخونید و اگر که نظری راجع به این کتاب دارید حتما برای من توی کامنت ها بنویسید، منو سابسکرایب کنید و از این به بعد هر جمعه ظهر من برای شما داستان یک کتابی رو تعریف میکنم. خداحافظ.